نخواست ردت کرد گور باباش، اون اصلا خودش مشکل داشت که تو بهش خوبی میکردی پست میزن، اون اصلا اختلال داشت که تو بهش خوبی میکردی با بدی جواب تو میداد. از چی ناراحتی؟ یه آدم ناسالم دیوانه مریض از زندگی تو خارج شده، بعد تو داری قصه میخوری. کسی که بهش خوبی میکنی با بدی جواب تو رو میده، اگه بهش فوش بدی عادیه براش، دوست داره. اگه بهش بی‌محلی کنی جذبت میشه، به خاطر که سطح پایینه، چون که خودشو خیلی عیب دار میدونه، چون خودشو خیلی مشکل دار میدونه. تو وقتی که بهش خوبی میکنی میگه تو یه چیزی هست که جذب من پر عیب شدی، من چیم که تو هم من خوشت اومده، پس تو یه مشکلی داری که منو خواستی. تو به خودت برای چی میگیری؟ برای چی تو ناراحت میشی؟ برای چی به خودت برچسب میزنی؟ تو مشکلی نداشتی. مشکل تو این بود که این لجن رو وارد زندگی خودت کردی. تا لجن خارج شده داری قصه میخوری. تو سالمی که داری قصه میخوری واسه اون کسی که خودش رو لایق عشق و محبت بدونه، اولا در مقابل خوبی تو، خوبی به اندازه تو خوبی جواب میده، و دوما تو رو اینجوری له نمیکنه. کسی که آدم سالمه تو رو مؤدبانه رد میکنه، تو رو محترم، حتی اگر واقعا تو رو نخواد تو رو خورد نمیکنه، تو رو بی ارزش نمیکنه. آدم سالم تو رو درست رد میکنه. دوری که بهت بر نخوره میگه ببین خارج شو از زندگی من، تو خوبی منم خوبم. تو رو بی ارزه نمیکنه. اون اگه تو رو بی ارزش میکنه بدون که خودش در ناخودآگاه خودش خیلی پست و حقیره، اینو اصلا خیالت راحت باشه، مطمئن باش که جواب این کارشو میگیره و میبینه. تو اصلا نبخشیش هم هیچی، پس ببین رها کن. مشکل از تو بود که رفتی اجازه دادی که این آدم اینقدر روش درود باز بشه که هر حرفی بهت بزنه. برای خودت الان وقتشه که ارزش قائل باشی، تو زندگی خودت گنده بشی. ببین هیچ عشقی از جنس عشق خودت نیست، عشقی که خودت به خودت میدی. از الان شروع کن کار کردن رو خودت.